چه بسا مهریه های بالایی که امروز باعث شده جوانان از ازدواج محروم بشند. میدانید وقتی که یک جوان میخواه ازدواج بکنه، اولین چیزی که به ذهنش میرسه مهریه بالا هست. دختر فلانی، خود نمیتوانم دختر فلانی را بگیرم. چرا؟ چون فلانی آدمی هست که هر دختری را که به ازدواج داده از 3 لک 4 لک 5 لک، از 10 لک 15 لک کمتر نگرفته. عجب. دختر فروشی میکنه و جالبه بدانید این پول را میگیره به سرمایه خود میاندازه، این پول را میگیره به حج میره. عجب. در حالی که الله متعال در قرآن عظیم الشان صریح میگه و آتوا النساء صدقاتهن نحله، شما مهریه زنها را با طیب خاطر برایشان بپردازید. بدید مهریه حق خود دختر هست و دختر حق تصرف را در اون مهریه داره، چون حق خودش هست، نه حق پدره، نه حق مادره، نه حق خواهره، نه حق برادره، نه حق هیچ احدی نیست، حق خود دختره و دختر اجازه تصرف داره در اون مهریه. را میگیرند 1 روپیه به دست دختر نمیدن، یا به حساب شخصی خودش مصرف میکنه یا اون پول را دوباره وسایل میخره میده به خانه دخترش. اگر اون شوهر پول ساختن خانه را نداره چرا ازدواج میکنه؟ اول خانهش را بسازه. این پول متعلق به دختر. پدر عزیز، اجازه تصرف در این مال دختر را نداری، اجازه تصرف در این مال دختر نیست، مال شخصیش هست. میتونه اون پول را برای کسی ببخشه، میتونه اون پول را به معامله بیندازه، میتونه از اون پول برای خودش تجارت بکنه، استفاده بکنه، اصلا برای خودش ذخیره بکنه. شما هیچ حقی ندارید، هیچ حقی ندارید. و بعضی از پدران را متاسفانه میبینیم که با عرض تأسف این دختر بیچاره را به عنوان یک وسیله و به عنوان یک ابزار تجاری، به چشم یک ابزار تجاری در اون میبینه. این دختر چند تا دختر داری؟ 10 تا دختر، 5 تا دختر، 3 تا دختر. والله سرمایه من بسیار زیاده. یا بعضی با اون میخندن تو بسیار آدم سرمایه داری میشی. این توهینه برادر عزیز من، خواهر عزیز، این توهینه. به یک انسان توهین میکنی تو که به چنین چشم به این دختر بیچاره نگاه میکنی. خب این مهریه های بالا امروز باعث شده که اکثر جوانان نتوانند ازدواج بکنن و این را یقین داشته باشید با والله قسم در روز قیامت، همچنان که پیامبر علیه السلام میفرمایند اگر کسی به خواستگاری دخترتان میآید که صاحب دینه و صاحب اخلاقه و شما دختر را به اون نمیدهید، شما باعث و بانی فساد گسترده‌ای در روی زمین میشوید. این را یقین داشته باشید که اگر اون جوانی که به خاطر مهریه بالایی که شما تعیین کردید نتوانه ازدواج بکنه، هر گناهی دختر شما انجام بده، خواهر شما انجام بده، هر گناهی این پسر انجام بده، جزئی از این گناه بر گردن شما خواهد بود و الله متعال از شما میپرسه از شما که چرا این مهریه بالا را شما قرار دادید، در حالی که مهریه حق خود دختر بوده و شما این را به عنوان مال تجاری برای خودتان گرفتید و به خاطر این عنعنات غلط و بیجایی که متاسفانه در جامعه وجود داره. امروز بعضا وقتی برایشان میگید مهریه بالا قرار ندهید، چی میگن؟ میگن که خوشبختی دختر در این هست که این دختر مهریه بالا داشته باشه. نه، اتفاقا بدبختی دختر در اینه. عمر رضی الله تعالی عنه و احادیث دیگری که از بقیه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین نقل میشه ثابت میکنه که پیامبر علیه السلام، دختران پیامبر و زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم مهریهشان بسیار کم بوده، تقریبا 500 درهم شرعی، بسیار کم بوده. با پول امروزی اگر حساب کنیم 50,000 افغانی بالاتر نمیشه. ولی ببینید که خوشبختترین دخترها و خوشبختترین زنها بودند زنان رسول الله و دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر خوشبختی در بلند بودن مهریه ها می بود، یقینا مهریه های اینها باید به اوج و بالا و بسیار به حد بالای قرار می داشت. ولی ما
آنچه که از روایات میبینیم و از روایات میفهمیم این گونه نیست. مهریهشان بسیار کم بوده و مهریه اندک داشتن، نه مهریه بالا یا پیشکش بالا. حالا امروز مصیبت‌های متعدده، همچنان که عرض کردم به خدمتتان. وقتی یک پسر قصد ازدواج میکنه، اولین چیزی که به جلو چشمش میآید قضیه مهریه یا همان پیشکش بالا هست. بعد از آن شیربها، مادر برای دخترش شیر داده، حالا از دامادش پول میخواه. شیربها یعنی بهای شیر، پول شیر. یعنی چی؟ الله متعال سبحانه و تعالی میگه والوالدات یرضعن اولادهن، پدر و مادر باید دخترشان را و یا فرزندشان را باید شیر بده، فرزندشان را شیر بده، چی دختر باشه چی پسر. از این شیر مادر از داماد پول میگیره، از داماد پول میگیره، شیربها. یعنی چی؟ اینها خلاف اسلام دوستان عزیزم، خلاف مقدسات اسلامی است و خلاف فرهنگ اسلامی و قاموس اسلامی است.